It's rug time. Come on in. Rug time. Take a seat. Rug time. We're ready. Everybody move your feet. Rug time. Teacher Susie. Good times on the way. Rug time. Come on in. We've got a lot to learn today. ویچ 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 من دوا پرواز کردم میرو ویچ ویچ درست است من داخل میایم نه پرنده شیر بسیار مقبول. تشکر بسیار سر خوب. کسی هست که بخوای چیز دستم به میان بگذاره؟ در ریالی ماده باری گپ میزدیم که پرنده در کجا زندگی میکنن. بله به خاطر که دیروز ما و پدرم یک خانه پرنده را ساختیم. اوه بسیار عالی است. در اونجا چند دانه پرنده زندگی میکنن؟ واقعیتش من نمیفهمم که چند تا پرنده زندگی میکنه. حسابشان نکردیم. اوه نه. شاید اونا در لانه خود باشن. شاید تو راست میگه گابریلا. بار اینکه یک چیز براتون نشان بدم شاید بتونم اگیتانه کمک کنم. باش که ببینم. اوه این لانه یک پرنده. این خانه یک پرنده است که در زندگی میکنه. ای ما خود خانه زندگی میکنیم. درست است گابریلا. پس بیاین در این باره گپ بزنیم که چی خانه شما را از خانه پرنده کرده خب من خواستر در اتاق میسازن. خود یک تخت نرم راحت دارم. اوه پدر و مادرم هم در خانه خزا میپزن. و همچنان اگر در بیرون باران یا برف یا هوای سرد و گرم می باشه باز آدم خانه خود رفتن میتونه. راست میگم. تمام شما جوابای بسیار عالی دادین. خب یک لانه یک جای درست مثل خانه شما است. یک جای گرم برای نان خوردن و محفوظ به خاطر نگه کردن اطفال پرنده. ولی بیاین که به خانه دیگه حیوانات هم نظر بندازیم. کی اینجا زندگی میکنه؟ اوه زنبورا. درست است. این لانه زنبور است. و کی در اینجا زندگی میکنه؟ خوب سعی کنین به خاطر کنا بسیار کوچک هستن. کاملا باز درست گفتین. خانه مرچا هست. پس بام خانه ما مثل لانه پرنده ها رو بالا بیشه استاد. بله اما این پرنده ها لانه خود از کجا میکنن؟ من فکر میکنم که اونا خودشون لانه خودم میسازن. خب من فکر میکنم وقتش است که ما تحقیق خود در این مورد شروع کنیم. همت طفل دانشمند هستم. رمضان ماه نزول قرآن. همت طفل دانشمند هستم. پس بیاین که بریم به طرف بله سوپر طفل تحقیق سیاحت کردن و همت طفل